لله رب العالمین، الحمد لله رب العالمین، الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت سلطان اولیا. سخنگزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن عم نبی در حلعتا مهر برج انما شهسوار لافتا پیشوای انبیا عروة الوثقی کلمة الحسنا سید الاوصیا عماد الاصفیا رکن الاولیا آیة الله العظمی خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین اسعد الزاهدین زین الموحدین حبل الله المتین لنگر آسمان و زمین وجه الله عین الله نور الله سر الله اذن الله روح الله باب الله سیف الله عبدالله اسد الله الغالب. ملائک خادمان دارگاهش عبد درگاهش، ملائک خادمان بارگاهش عبد درگاهش، سلاطین بندگان و حلقه در گوشان دربارش. شبیه مرتضی را دیده دنیا نخواهد دید، جهانی تا ابد مانده است در رویای تکرارش. برایش برملا کرده خدا اسرار خلقت را، نمانده راز مستوری برای او ز اسرارش. قضا آن است که مولای عالم حکم فرموده، قدر آن که جنابش اختیارا کرده اجبارش. علی ایهام حافظ بود هر جا نام حق را برد، علی مضمون صائب بود در هر بیت اشعارش. علی آری علی آری علی آری همان مولا که حتی عرش را هم در نوردیده است انوارش. قسیم النار و جنه مقامی از مقاماتش، امیرالمؤمنین یک وصف از اوصاف بسیارش. خدا هنگام خلقش یا علی گفت و چنین فرمود، نمی بینم به غیر از نام خود نامی سزاوارش. به ذکر یا علی کعبه دهان وا کرده بود از شوق، دهان وا کردنی که تا ابد باقی است آثارش. جهان گرد طواف کعبه انداری، همان کعبه که خود دور وجود مرتضی چرخید دیوارش. خلیل الله آن روزی که سنگ کعبه را میچید، بنایی ساخت که دستان حیدر بود معمارش. کلیم الله رو میزد برای دیدن رویش، ولی هر بار لن می آمد و رد میشد اصرارش. اگرچه خطبه بی نقطه هم دارد، ولی باید بخوانی خطبه های بی کلامش را ز رخسارش. به قلب آن کسی که بار کج بر شانه اش دارد، اگر حب علی باشد به منزل میرسد بارش. به قلب آن کسی